سوره کافرون. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. قل یا ایها الکافرون، بگو ای اهل کفر، لا اعبد ما تعبدون، آنچه را که شما عبادت میکنید عبادت نمیکنم، ولا انتم عابدون ما اعبد، شما نیز آنچه را من عبادت میکنم عبادت نخواهید کرد، ولا انا عابد ما عبدتم، پس من پرستنده چیزی که شما پرستش میکنید نیستم، ولا انتم عابدون ما اعبد، شما نیز پرستنده آنچه که میپرستم نیستید. لكم دینکم ولی دین، پس دین شما برای شما و دین من برای من. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلاة و سلام علی رسول الله. مسلمانان در دین خود دو عید دارند، یکی عید فطر و یکی عید قربان. بیشتر از این دو عید ما در اسلام نداریم. روزی را که در آن ما جشنی داشته باشیم، روزی را که در آن مراسم خاصی برای آن داشته باشیم. و حدیث صحیح داریم در سنن ابی داود که شیخ البانی هم در سلسله الاحادیث صحیح حدیث تصحیح کرده و صحیح دانسته که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که به مدینه تشریف آوردند، مردم مدینه دو روز را در آن خوشی و شادی می‌کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الله سبحانه و تعالی این دو روز را برای شما تبدیل کرده است به دو روز دیگر، یکی عید قربان یکی عید فطر. شارحین حدیث به اتفاق تمامی شارحین حدیث گفتند که آن دو روزی که در ابتدا بوده، یکی روز نوروز بوده که اول ماه حمل هست، یکی روز مهرجان بوده که این دو روز از بین رفت و به جای او دو روز دیگر عید فطر و عید قربان آمد. نکته بعدی باید تذکر بدیم که عید در حقیقت و در واقع جزء به اصطلاح مناسک دینی است، عبادات دینی است. و همین خاطر ما می‌بینیم که در عید فطر بعد از یک عبادت بسیار بزرگ از ارکان اسلام است این روز عید گرفته می‌شود. بعد از اینکه روزه ما انجام می‌دهیم واسه عید فطر می‌شود. عید قربان کاملا مرتبط است به یکی دیگر از ارکان مهم اسلام که حج است. در وقتی که حج صورت می‌گیرد بعداً یک روزی داریم به نام عید قربان. از به این خاطر ما هم نداریم از پیش خود عید در اسلام اضافه بکنیم یا اینکه ما به اصطلاح بیاییم یک عید که عید کفار هست، عید غیر مسلمین هست، اون روز عید تجدید بکنیم و بزرگداشت بکنیم. چون وقتی تجدید و بزرگداشت بکنیم در حقیقت تعیید. به طور مثال در نزد نصرانی ها روز کریسمس را جشن میگیرن و عقیده اونها در این روز عیسی علیه السلام تولد شد، در حالی که ما اصلا میگیم چنین تاریخی ثابت نیست، چنین چیزی ما قبول نداریم که در این روز عیسی علیه السلام تولد شد باشد و حتی اگر ثابت هم باشد ما چنین چیزی نداریم که در چنین روزی جشن بگیریم، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم جشن نگرفتن، صحابه جشن نگرفتن، تابعین نگرفتن و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم روش رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و پس به این خاطر ما این کار رو نمی‌کنیم. به لحاظ شما یک نکته ظریف رو که خیلی دقت بکنید، خیلی مسائل مهمی برای شما حل می‌کنه. به طور مثال شما اگر ببینید یک یهودی یا نصرانی یا کمونیست روز عید قربان را تجلیل می‌کنه، بزرگداشت می‌کنه، خیلی روز مهمی می‌شماره، یا شما بشنوید که در آمریکا روز عید قربان را تحریری اعلام کرده. طبعا می‌بینید که اینا میل به طرف اسلام پیدا کردن، ببینید اینا علاقه به طرف اسلام پیدا کردن. تجریم کردن از شعائر دینی یا ایدهای یک ملت در حقیقت تعیین اون دین اون اسلام میشه. به این خاطر شما به طور مثال روز کریسمس وقتی که جشن بگیرید در حقیقت نیستی که میل پیدا کرده باشید به طرف نصرانیت. روز نوروز قبل از اسلام از جمله ایدهای مجوس بوده، یعنی مجوسیان و آتش پرستان این روز تجلیل میکردن.
حتی که بعضی گفتن که اولین کسی که این روز را تشریف کرده جمشید بوده از پادشاهان فارس قدیم به اصطلاح. و پس به این دلیل اگر این روز تجلیل میکنیم در حقیقت مثل که میل پیدا کرده باشیم به طرف عقیده مجوسیت، مثل که یک یهودی و نصرانی اگر روز عید فطر را تجلیل بکنند ما میگیم این نفر میل پیدا کرده از طرف اسلام. به همین علت است که عموما علما در مذاهب مختلف تجلیل کردن روز نوروز را به اصطلاح منع کردن، به گفتن درست نیست. از جمله امام ذهبی از علمای بسیار بزرگ گفته که مشابهت با کفار مثل نوروز و بدعت، گفته این بدعت است و نادرست است. و همچنین در موسوعه فقهیه الکویتیه گفته است که تشبه در ایدهای کفار جواز ندارد، نباید ما خود تشبیه بکنیم با کفار در ایدهایشان. این تشبیه خیلی بگن که ما تشبه می‌کنیم در استفاده از لپتاپ، استفاده از میز، استفاده از تکنولوژی. ببینید ما بحث ما روی مسائل دینی است، به این که جزء دین است، چون پیشتر اشاره کردم جزء یک منهج دینی است. اگر مثلا در آمریکا از لپتاپ استفاده بکنن شما نمیگید میل به طرف اسلام پیدا کردن، اما اگر عید تجلیل میکنن عید قربان را میگید میل پیدا کردن. این شکل در نوروز و این شکل در کریسمس و امثال این باید دقت داشته باشید. و به همین علت است که قاضی خان از علمای بزرگ مذهب حنفی گفته است که شخصی اگر در روز نوروز چیزی را خرید که روزهای دیگر نمیخرید، یعنی چیز زیادتری رو مسترجه برای خانه خود، یعنی مثل یک نوع تفاوت و تغییری آورده باشد، این دعا دارد. اگر منظورش تعظیم این روز است، یعنی میخواد بگه این روز چون عید مجوسی هاست خیلی روز بزرگی است، این کفر است. خیلی از علما که کفر گفتن منظورشان همین است. این کفر است به خاطری که تجلیل کردن از عید کفار به خاطری که عید کفار است، به این نیت. البته این نیت اغلبا و اکثرا شاید چنین چیزی نیت نداشته باشند. یکی از که به طور عادت باشه، عنعنات و عرف باشه که در این صورت قاضی خان رحمه الله گفته که این کفر نیست، اما این نادرست هست و نباید چنین کاری صورت بگیرد که مثل قاضی خان عموم علمای مذهب حنفی همین حرف را گفتند و همچنین در مذاهب دیگر. پس به این خاطر ما نباید که چنین کاری را انجام بدهیم. متاسفانه دسته‌های این روز کار میکنه که این روز چنان بزرگ میکنن که 13 روز عید باشه، از روز اول نوروز تا 13 بدر که 13 بدر باشه، در حالی که به عید قربان به عید فطر اصلا توجه نمیکنن. به خاطری که هدف اینها این است که دین اسلام و فرهنگ‌های اسلامی از بین بره و کم کم فرهنگ‌های مجوسیت بیای روی کار بیای رو اون رشد بکنن. لذا یک مسلمان از این کار پرهیز میکنن. ما یک نکته اینجا ذکر کنم که ما در عید در بهار به اصطلاح میتونیم شاد باشیم، میتونیم بریم از فضای زیبا استفاده بکنیم، از سبزی‌ها استفاده بکنیم، اما حق نداریم یک روز خاص به تجلیل کنیم به این روز بزرگداشت بکنیم. ما میتونیم در تنظیم ماه حمل به طور مثال در دهم ماه حمل یا قبل از ماه حمل 5 روز جلوتر سبزی از باغ و باغچه اینهاست، بریم برای تفسیر اینها کار نیست، کار نیست، اما تجلیل از این روز نباید بکنیم. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما پیرو سنت حبیب خود صلی الله علیه و سلم را بلحق. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.